نام خداوند بخشنده مهربان. اصلا به نظر من مراجعت کردن به امام علی رحمانوف سودی ندارد، لیکن به هر نوع این باز یک بار میگم شاید در قطار آن سایشنامه هایی که درباره وی می نویسند، آن تعریف و توصیفی که در روبرویش میکنند، شاید این حرفای حق هم به گوش ناشنوای او برسد. ما میدونیم که وقتی رحمانوف به سر قدرت آمد، یک گدا بود. همین بوی گدایی از دماغ رحمانوف و اولاد رحمانوف نرفته است. در همین 22 سال اونها اگر یگان نفر مثلا یک بیزنس کشاید، یک تجارت خوب براه اندازد، یک تجارت موفق براه اندازد، اینها حتما مثل گرگ‌های گوشنه اول انتظار میشن که این بنا ساخته شود یا این لایحه عملی شود، بعد میگیرن اینا به دست خودشان. آخرین مثال این هجوم به خیش و تباران رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری است که در یک رویخطی که کگب تاجیکستان با رهبری سیمومین یتیموف ساخته است، باید که تمام تجارتی که با آن خیش تباران یا نزدکان کبیری اون مناسبت دارند از دست آنها کشیده گرفته شود. و آخرین چیز این جنجال بازار سخاوت در شهر توسزاده است که رحمانوف میخواهد از دست محیدین کبیری بستاند. بازار کبیری را به خاطر آن میگیرند که کبیری رهبر یک حزب مخالف است، رهبر یک حزب اسلامی است. اما برای اینها مهم نیست. حتما این گرگ‌های گوشنه یگان بهانه می‌یابند و تجارت دیگرای میگیرند. مثلا زن و شوهر سنوبر عبداللهیو و برهان عبداللهیو گناهی ندارند. فقط گناه آنها آن است که توانستند که در یک مدت کوتاه در شهرتوز یک بازار را براه اندازند که مثلا این بازار امروز فایده خیلی خوب به دست می‌آورد. و ما می‌بینیم که یکی از خویشاوندان زن رحمانوف، محب الله سعداللهیف، برادر حسن سعداللهیف، میخواهد که این بازار را از دست عائله عبداللهیف ها گیرد و حتی آنها تهدید کردند که اگر شما همین بازار را به خوبی به ما ندهید، ما شما را حبس میکنیم، ما شما را از وطن بیوطن میکنیم. و طعنه زدند به سنوبر عبداللهیف که شوهر تو ازبک است. شوهر من در اینجا هیچ کس ندارد بغیر از این 5 فرزند من. برای همین انسان کشیده گرفتن برای وی یک توف کردن بود. من به صاحبم، من به هیچ کسم. وی خسرو بچه جناب عالی است. وی خودش هم خیلی میگه تو کیو یک سگی به صاحب، من کی هستم؟ هم خیلی میگه. شما باید که کاری من گفتگی کنید. تو من گفتم تیز نچی تی، لیکن من به نیتی نیک رفتگیم اونجا. شهر پارتوفته تمام ملکی که من داشتم در شهر من فروخته همونجا عبود کردگیم. برای که اونجا عبود کرده من نگفتم که مثل سعداللهیف محب‌الله به توفا میکنم گفته. این خیلی مصلحت‌هایی هم نبود. پیش از همون جای خریداری نمودن ما مصلحت کردیم، ما پرسیدیم اگر همین جای خراب برای شما در کار نباشد، همین جای خراب برای شما در کار نباشد، ما گیریم و عبود کنیم. محترمی نامحترم امام علی شریفویچ، الکی از 60 گذشته، وقتی مرگ نزدیک آمده است، یگان کس تا هنوز داروی مرگ را پیدا نکرده است. خواهی نخواهی امروز یا فردا به ابدالآباد می روی. برای همین تو تمام تاجیکستان را همراه خودت به گور نمی بری. به نفس خود لجام زن. دیگران هم میخواهند زندگانی کنند، دیگران هم میخواهند که تجارت کنند، دیگران هم میخواهند که زندگی آباد داشته باشند. و بدان که دستهای اوریان مردم گرسنه، چخیلی که میگن گرسنه به شیر زده است، روزی نیست که به پا میخیزند و تو را با قصر و کوشک هایت، با تمام دارایی و بایگری هایت واژگون میکنند. فراموش نکن. به معمر کدافی نگر، به صدام حسین نگر که آنها هزاران بار از تو بهتر بودند، ولی با آنها چی شد؟
آن روز دور نیست. روز جواب، روز سود، روز محکمه نزدیک است. دیگر خودت میدانی و خدا.